پرچم بر فراز منبر انشاءالله دعا را در اونجا میکنیم. در اینجا فقط نماز میخوانیم و دو خطبه عید فطر را با هم میشنویم. همکنون همه با هم تکبیرات مستحب را قرائت میکنیم تا برادرانی که در بیرون تشریف دارند، در مسیر راه تشریف دارند، اونها حضور به هم برسانند و انشاءالله که همه با هم از فیوزات این ماه مبارک رمضان و این عید سعید فطر بهره‌مند گردیم و استقبال از تکرار این تکبیرات مستحب صلوات بلند را ابداع فرمایید. الله اکبر. لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. الحمد لله علی ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر. الله أكبر. مصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم و منکر فضائلهم و غاصب حقوقهم من الآن الی لقاء یوم الدین. جا دارد فرارسیدن عید سعید فطر رو خدمت همه مسلمانان عالم، شما خوبان و سروران گرامی، اعم از برادران و خواهران تبریک. از خداوند عالم استقامندم که این عید سعید را برای همه ما و شما و جهان اسلام عید نیک توأم با اتحاد و صمیمیت و برادری و برابری قرار بدهد انشاءالله. عید سیام آمد و ماه سیام رفت، لطف تمام آمد و فیض تمام رفت. شد عید فطر لطف خدا باز تازه شد، گرد غم گناه ز جان عوام رفت. سپاس خداوند را که توفیق عنایت فرماید برای همه ما و شما که توانستیم در ماه مبارک رمضان خودمون را سر سفره پربرکت خداوند عالم قرار داده. امتحانات الهی
یا آزمون الهی سربلند برآمدی. خداوند نیک و مبارک گرداند. صلوات بلندتر را اهدا فرمایید. سروده است به مناسبت امروز و برافراشته شدن این پرچم که من خدمت شما قرائت میکنم. شما هم با ذکر صلوات تشویق نمایید، هم من را تشویق کنید و هم آقای پویا استقبال از این شعر زیبا صلوات عنایت کنید. عید سعید فیت انشاءالله مبارک است. یک ماه صیام و طاعت الله مبارک است. عید گذشته پرچم مولا بلند نشد، اکنون ثواب پیش و حالا مبارک است. شبهای قدر حاجت خود خواستم از خدا، دارم یقین که حال و فردا مبارک است. یک ماه لب فرو ببستیم ز آب و نان، بستیم. شما صلوات عنایت کنید. شبهای قدرشان عزیز بود و با صفا، با آن دعای جوشن دستان بر دعا. الغوث الغوث جاری بر روی لب، خلیصنا بگفتیم من النار یا رب.